سلام علیکم عزیز. تاجیکانی ریاضی سلامت خانه سلام باشد. از پیغمبر سلام این حدیث اومده از کی از عایشه مادرمون که پیغمبر سلام گفتن که از امام بخاری حدیث روایت میشه، چون است که انسانی که از دنیا میگذرد روزه قرض دارد، مثل آدمی میت، مثل رمضان قرض دار بود یا که روزه میگیرید دوشنبه پنجشنبه و روزهای سنتی پیغمبر سلام دائما میفتن، همونا بخشون چی میگن همچون وای کرده بودن مثل دویی میکرده بودن روزه را. همونا در رمضان هم هر سال میگیریم که دویی، مثل یک سال یک بار دویی میگیریم که چون روزه های سه روزه عثمانی و دوشنبه پنجشنبه برای خود دویی میکرده بودن، همین روزهای اینجوری حسابیده. چی میگن علما در تفسیر حدیث میگن که روزه نگیرن نزدیکانشون، یکی سنقتی صدقه کنن، خیر کنن به بیچاره مثال خورونن. در زمان پیغمبر یک مرد همین خیال گناه کرد، اومد پیش پیغمبر که با همسرم نزدیک کردم، گناه کردن، چیکار کردم، سوختم بود. پیغمبر گفتن که یک چرا بیچاره را خورون. بعد گفتن که من خورانده نمیتونم. خیلی پیغمبر برایشون خورما دادن، گفتن که نه بر بیچاره مثل که خوران بیچاره. آن مرد گفت که از من بیچاره تر در این محله نیست، محله که من نمیکنم. پیغمبر گفتن که پس رو خودت خور این خورما رو. بله، از این برمیاد که وقتی انسان نداره سوم پول مثل که تیت بیچارگان در بدل روزه قرضی امون مثل که میید میتواند که خورما مثال انسان ها رو چو کند خوراند. یه دارم از شما و لایک و فراموش نکنید.